سلام. خبرهای رادیوی آزادی را از روز سه‌شنبه 27 اکتبر تقدیم میکنیم. زلزله پرشدتی که بعد نصف روزی روز دوشنبه 26 اکتبر در منطقه آسیای مرکزی مشاهده شد، در تاجیکستان تلفاتی جانی به بار نآورد. هرچند مقامات تاجیک هنوز حجم عمومی خسارات حادثه طبیعی را حساب نکرده اند، میگویند مهم این است که کسی در این زلزله جان نداده است. در اکثر ناحیه‌های کشور در بعضی منطقه‌های کشور ترقش‌ها یا اینکه ترشینه‌ها به طور روسی به شکل روسی اینا باشد ترشینه‌ها یعنی ترقش‌ها در دیوارها در منزل‌های زیست به قید گرفته شده. بر طبق اطلاع رادیوی آزادی بر اثر زلزله به شدت 6 درجه ریختر در اشکوشیم و راشقلعه دیوار و بام‌های بعضی منزل‌ها خراب شده. در یک مکتب یووان بعد فروریزی زینه‌پایه 14 شاگرد مکتب مجروح شده است. در مجموع در دوشنبه برای یاری تجلیل طبی دیروز 60 نفر مراجعت کردند. این زمان در کشورهای همسایه افغانستان و پاکستان که شدت زلزله 7.6 درجه ریختر حساب شده است، شمار قربانیان زلزله اخیر از 300 نفر هم گذشت. در پاکستان 237 و در افغانستان 76 نفر جان خود را از دست دادند. نزدیک 2000 نفر در هر دو کشور مجروح شدند. تنها در کابل 4000 خانه ویران شده است. عملیات نجات مردم از زیر آوار ادامه دارد. مقامات تاجیکستان خبر یک نشریه آمریکایی عاید تبدیل سربازان تاجیک گروگان طالبان با اسلحه را رد کردند. مسئولین سرریاست نیروهای مرزبانی و هم وزارت خارجه تاجیکستان میگویند که خبری در نشریه دیلی 20 چاپ شده اساس ندارد و یک تهمت است. مرزبانها میگویند سربازان تاجیک نه بر عوض سلاح یا پول بلکه با مساعدت شخصی امام علی رحمان آزاد شدند. مؤلف مطلب دیلی 20 در مطلب نوشت که بر اساس یک مذاکرات با مقامات تاجیکستان طالبان از دوشنبه گویا سلاح بسیار و مهم را گرفته به آزاد کردن 4 مرزبان تاجیک راضی شدند. این سربازان بعد اسارت نیم ساله توانستند به تاجیکستان برگردند. مقامات امنیتی تاجیکستان پسری کلانی رئیسی حزب نهضت اسلامی روح الله طلازاده را در مبلغ گذاری شورش مسلحانه گنرال عبدالحلیم نظرزاده متهم کردند. در گزارش تلویزیونی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان که دیشب نشر شد گفته شد که گویا طلازاده یک روز پیش از حمله‌های افراد مسلح به پلیس در وحدت و دوشنبه گویا شخصا به نظرزاده 1,200,000 دلار پول داده است. تا امروز مقامات اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی را در تشکیل اشوب‌های روز 4 سپتامبر ایبدار و 23 کس را به حبس گرفتند. حزب نهضت اسلامی را دادگاه عالی همچون یک سازمان تروریستی ممنوع اعلام کرده است. عین زمان تشکیلات و سازمان‌های مختلف در کشور برای محکوم کردن حزب نهضت اسلامی سفربر شدند. رئیس حزب محی‌الدین کبیری اتهامات مربوط به تشکیل اشوب‌های نظرزاده را بهانه برای بستن حزب عنوان کرده تمام اتهامات مقامات را رد کرده است. در ناحیه بختر اخیراً یک پسر بچه 10 ساله بعد در افتادن سگ ҳорӣ درگذشت. در مجموع در دوام 4 روز ماه اکتبر حداقل 10 ساکن ختلان بعد حمله سگ‌های بیمار برای طبابت مراجعت کردند. طبیبان میگویند زخمی دندان جانوری بیمار برای انسان خطری خیلی جدی دارد و در صورت روی دادن چنین حادثه همان زمان باید به دکتر مراجعت شود. یک ساکن بختر میگوید واکسن ضد سگ دیوانه 2000 سومان نرخ داشته، نه همه توانند سری وقت برای گرفتن کمک طبی مراجعت کنند. عین زمان مقامات بهداشتی میگویند یک چارپای مریض میتواند جانوران دیگر را هم سرایت کند، ولی در بسیار حالتها بی‌پروایی و هم نبود مبلغ ساکنان را از مراقبت طبی جانوران باز می‌دارد. در دوشنبه در محفل بورگوҳи сухан 2 هنرمند معروف تاجیک آوازخوان مستона Эргашева و هنرپیشه аловиддин Абдуллоев برنده امساله این جایزه شدند. مؤسس این جایزه سیاستمدار سابق بوری کریمов گفت که این 2 هنرمند مردمی به خاطر سهمشان در حفظ و رونق زبان ادبی تاجیکی توسط هنر و نمایش‌های خویش به این جایزه سزاوار دانسته شدند. خودی حالا تنهایم خدا کرده باشد که من توانم سالهای دیگر هم سالهای نزدیک هم این جایزه ها را بدهم و آنهایی که سزاوار هستند قدری جایزه سخن محفل فرهنگی سخن بدهم.
барои ҳарду ҷоизадори боргоҳи сухан $1000 ҷоиза тақдим шуд. Мастона Эргашева аз маъруфтарин овозхонҳои зан аст, ки дар жанри классикӣ шашмақом инак 50 соли охир ҳунарнамоӣ мекунад. Аловиддин Абдуллоев раиси театри мусиқӣ масакавӣ ба номи Ато Муҳаммаҷонови шаҳри Қирғонтепа буда бо масакаҳои телевизионияш маъруфияти зиёд касб кардааст. муассиси ҷоизаи боргоҳи сухан ният дорад ҷоизаи навбатиро наврӯзи соли 2016 тақдим кунад. ва барои дарёфти ахбор ва видеои бештар ба сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳам замимаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.